داشته باشم. کسی که این وسط دیده نمیشد من بودم. به سقاخونه که رسیدم پاهام شل شد. دلم میخواست به یه بهونه‌ای برگردم خونه. با خودم فکر میکردم همه دارم منو نگاه میکنم. هرچی یواشتر میرفتم قلبم تندتر میزد. انگار هوا برای تنفس نبود، یا بود و از گلوی من پایین نمیرفت. فکر میکردم همه بوی اون گل رو متوجه شدن. همه دارن منو نگاه میکنن. همه مراقب منن. صدای خشخش رنده همه جا رو پر کرده بود. سلام. خیلی بچه بودم. با خودم فکر میکردم حالا آقا جانم از دم اون دکون نجاری رد میشه و شاخ گل محبوب شب رو میبینه. فکر میکردم که تو دنیا فقط عمارت ماست که محبوب شب داره. غافل از این که اصلا آقا جانم نگاهی هم به اون نجاری زپرتی نمیکنه. چی کار داشتم میکردم؟ من دختر بصیرالملک که قرار بود تا چند روز دیگه عروس عطا و دوله بشم، یه شاخ گل محبوبه شب از گلخونه خونمون چیدم و آوردم پرت کردم تو این دکون نجاری.